بسم الله الرحمن الرحیم. محمد شهیر اعظمی در خدمت شما است در تدریس ویندوز 8.1. موضوع درسی که امروز برای شما در نظر گرفتیم یک بخش کنترل پنل به نام لنگویج یعنی زبان مورد مطالعه برای شما قرار میدیم. روز قبل کنترل پنل رو معرفی و طریقه های باز نمودنش کار کردیم و قانونگذاری بالای کنترل پنل ما کار کردیم. بر شما گفتیم کنترل پنل چی است و در کجا استفاده میشه. امروز دیگه ما درس خود به طور عملی از داخل خود کنترل پنل آغاز می‌نماییم. امروز دو برنامه را برای شما مورد مطالعه قرار میدیم. اولین برنامه ما که لنگویج یعنی زبان است و برنامه بعدی ما که فاند یعنی خط. فاند امو شکل و خط میگن. ما این دو برنامه را برای شما امروز مورد مطالعه قرار میدیم و روز دو برنامه ما از داخل کنترل پنل برای شما مورد مطالعه قرار داده و ویندوز خود به اتمام میرسانیم. اولین عنوان ما است what is language. لنگویج چیست؟ همین زبان چی است؟ یک نفر پرسان میکنه، باید ما یک تعریف کنیم برش. میگیم لنگویج به خاطر اضافه نمودن زبان هایی که از راست به چپ و از چپ به راست نوشته میشوند استفاده میشوند، مانند فارسی، انگلیسی و غیره زبان های دیگر. قسمی که شما در تصویر میبینید زبان انگلیسی از چپ به راست نوشته شده، زبان فارسی از راست به طرف چپ رفته. ما میتونیم که زبان دری، فارسی، پشتو، انگلیسی و غیره زبان های دیگر را ما در کامپیوتر خود اد کنیم و تنظیمات زیر دست ما داشته باشیم. عنوان بعدی میگه access method of language. طریقه های دسترسی به لنگویج یا طریقه های دسترسی به زبان. چه قسم میتونیم ما همین بخش زبان کامپیوتر خود باز کنیم؟ میگه طریقه اول بیا بالای رن، بعدن در رن کامدی ویندوز لوگو همراه آر که گرفتی کنترل تایپ کو یا کنترل پنل تایپ کو، بعدن برو داخل لنگویج، بعدن میگه اد لنگویج. طریقه دو میگه بیا بالای چانس مینیو، بعدن بالای ستینگ برو، بعدن بالای چنج پیج ستینگ برو، بعدن تایم اند لنگویج پیدا کو، بعدن ریجن اند لنگویج پیدا کو و بعدن اد لنگویج پیدا کو. این طریقه های دسترسیش است. خب یک بار سلاید خود بسته میکنیم. حالا به طور عملی ما امی طریقه های باز نمودن از زیر کار میکنیم. طریقه اول ویندوز لوگو همراه آر میگیرم، در این قسمت کنترل تایپ کرده بودم، ایری انتر میگم، ما داخل کنترل پنل رفتیم و میتونم بالای لنگویج کلیک کنم. بالای لنگویج کلیک میکنم و داخل بخش لنگویج میشیم یا بخش زبان. ما داخل بخش زبان شدیم. یک طریقه. طریقه دوم ویندوز لوگو همراه آر دوباره میگیرم، بجای کنترل ما یک فاصله میتونم پنل هم تایپ میکنیم. اینا ما کنترل پنل دوباره اوکی میگم. از طریقه دوم ما تونستم داخل این بخش برم. طریقه سوم آیکن امی کنترل پنل در صفحه نمایش ما در روی صفحه ما وجود داره، داخلش رفتم لنگویج زبان. طریقه چهارم ویندوز لوگو همراه سیری میگیرم، ستینگ یا میایم پوینتر خود در قسمت کنج بالا کش میکنم یا پوینتر از بالا به طرف پایین کش میکنم. بخش چانس مینیو به من میاد، بالای بخش ستینگ میرم، بالای بخش چند پیج ستینگ میرم، بعدن بالای بخش تایم اند لنگویج میرم، بالای بخش ریجن اند لنگویج میرم. ایریاس میگیم. این در این قسمت به ما آمد اد ا لنگویج. کدام زبان اد میکنی یا زبان ریموو میکنی. دوباره نمیخواستی از این طریقه هم بره. این از طریقه های باز کردنش به طور عملی. حالا اولین کار میکنم میایم بالای بخش کنترل پنل میریم، بالای لنگویج کلیک میکنم. در این قسمت ما داخل بخش لنگویج آمدیم. در این قسمت ما سه زبان داریم، زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان دری. من میگم زبان دری را ریموو کو، زبان فارسی را ریموو کو. من چه قسم میتوانم اینا رو زبان اد کنم، زبان پاک کنیم و زبان ها را جاهایش تغییر و تبدیل کنیم. در این قسمت ما دیگه زبان فارسی، زبان دری، زبان پشتو ندارم، فقط زبان انگلیسی دارم. ویندوز لوگو همراه اس میگیرم، میایم بالای بخش ورد. بالای ورد کردم ما داخل برنامه ورد میشم. در اینجا فقط میتونم انگلیسی تایپ کنم و بس. دیگه فارسی و دری و پشتو ندارم. دوباره چی میکنیم؟ ایرا بسته میکنیم. خب اولین کار میکنم بالای بخش اد لنگویج میام. در این قسمت اگر کامپیوتر شما دسکتاپ است، شما ویل ماوستان تو بتین و پایین آمده برین. اگر دسکتاپ نیست فقط زبان کار دارین، حرف اولش بزنین با شما عمو میاد. این در این قسمت ما زبان عربی داریم، زبان انگلیسی داریم، زبان مصری داریم، هر زبانی که بخواین در این قسمت ما داریم. من میگم زبان فارسی رو کار دارم، پی پرژن زبان فارسی اد زبان فارسی آمد. من میگم زبان پشتو رو هم کار دارم، پی
پشتو، زبان پشتو هم اومد. بالای قسمت میگم اد، زبان پشتو هم اومد. من میگم زبان دری رو کار دارم. اد ا لنگویج. دی دری، بالای قسمت کلیک میکنیم میگیم اد لنگویج. در این قسمت حالا ما زبان انگلیسی هم داریم، فارسی، پشتو، دری. من میگم امی انگلیسی رو پایین بیار. در این قسمت ما داریم یکی موو داون، یکی داریم موو اپ. موو داون زبان انگلیسی رو پایین بیار، زبان انگلیسی رو پایین آورد. میگم موو اپ زبان انگلیسی رو پس دوباره بالا بیار. میگم نه خیر، نه، زبان انگلیسی رو پایین بیار. موو داون، موو داون، موو داون. زبان انگلیسی پایین رفت، زبان فارسی بالا آمد. دیگه میگم زبان فارسی رو پایین ببر. فارسی رو هم پایین میبریم و زبان پشتو در اول آمده. اگر من کامپیوتر خود روشن کنم، کدم انگلیسی می باشه، مجبور هستم من برم زبان کامپیوتر خود چنج کنم. و در بعض کامپیوترها وقتی که ما زبان چیز میکنیم در بخش لاک اسکرین کار نمیکنم. باید از زبان انگلیسی از آخر در اول باشه، به خاطر استاندارد است. حالا ما مجبور هستیم که استاندارد زبان انگلیسی رو در اول قرار بدیم. موو اپ، موو اپ، موو اپ بالا رفت. زبان انگلیسی استاندارد باید در اول باشه، زبان پشتو در آخر باشه، زبان فارسی در بالا باشه. استاندارد امی است که باید زبان انگلیسی در اول باشه. یا کد ما 1 2 3 است، یا کد ما حروف است، او هم به انگلیسی است. و بعض وقتا در بخش لاک اسکرین زبان چنج کردن کار نمیته. این باز هم براتون تکرار میکنم، کار نمیته. باید زبان انگلیسی اول باشه. اگر کد کامپیوتر ما به انگلیسی باشه، ما فارسی بزنیم، بعض وقتا کار نمیکنه. اگر کد کامپیوتر ما فکر ما نشده باشه فارسی باشه، وقتی که ما کامپیوتر روشن کنیم و انگلیسی است، باید کد کامپیوتر ما 1 2 3 انگلیسی بتیم، حروف انگلیسی بتیم، فارسی نه. فارسی کار نمیکنه بعض وقتا. و در بعض کامپیوترها هیچ کار نمیکنه. باید زبان انگلیسی در اول قرار داشته باشه. زبان پشتو به درد نمیخوره، ایره ریموف. زبان دری به درد نمیخوره، ایره هم ما ریموف میکنیم. زبان فارسی استاندارد کیبورد ماست. اگر من زبان دری رو بگیرم، الفبای فارسی در کیبوردم گدوات میشه. اگر زبان فارسی رو بگیرم، باز الفبای فارسی گدوات نمیشه، استاندارد در کیبورد ما شما جایش میباشه. اگر ما زبان دری رو در این قسمت داشته باشیم، ما با مشکل برمیخوریم، پیر پیدا کردن میتونیم، گاف و کاف جایش تبدیل میشه. و اگر زبان فارسی رو بگیریم، جایشان استاندارد میباشه. موو اپ بالا میبره، موو داون پایین میاره. ریموف میکنه. اد لنگویج یک زبان ما اد میکنیم. دوباره زبان خود انگلیسی میکنم، کلید دی رو فشار میتم، دی دری رو هم بالاش کلیک میکنم، میگم اد. زبان دری رو دوباره آوردم. اینی قسم ما تونستیم زبان اد کنیم، زبان جایش تبدیل کنیم و زبان ریموف کنیم. دوباره ویندوز لوگو امرای اس میگیرم، بالای برنامه ورد میریم. برنامه ورد ما باز میکنم، داخل ازی میرم، میتونم ما با زبان انگلیسی هم تایپ کنم، زبان فارسی هم تایپ کنم، زبان دری هم تایپ کنم. جای زبان فارسی در کیبورد تغییر میخوره، جای زبان دری هم تغییر میخوره. حروفای ما جاهایشان سرچپک میشه. حالا من میتونم با فارسی، با دری و با انگلیسی هم تایپ کنم. میریم بالای عنوان بعدیم. عنوان بعدیم که است میگه how can change one language to another language. میگه چطور میتوانیم یک زبان را به زبان دیگر تبدیل نماییم. میگه اولین کاری میکنی برو بالای سایه آگاه کننده نوتیفیکیشن ایریا. در این قسمت که آمدم، میتونم از این قسمت من زبان فارسی رو بگیرم، زبان انگلیسی رو بگیرم و میتونم بالای لنگویج در این قسمت بیایم. از این قسمت هم میتونم من داخل بخش لنگویج برم و زبان چنج کنم. طریقه دوم آلت شفت است. امی ماوس خود در این قسمت میارم که شما ببینین. بعدن آلت میگیرم، امرای شفت، زبان انگلیسی فارسی، زبان فارسی با دری، دوباره میزنم زبان دری با انگلیسی، زبان انگلیسی فارسی، دوباره میزنم زبان فارسی با زبان دری تبدیل میشه و دوباره زبان دری با زبان انگلیسی. بخش سوم کس میگه ویندوز لوگو امرای اسپیس. ویندوز لوگو رو میگیریم، امرای اسپیس، انگلیسی فارسی دری، انگلیسی فارسی دری. طریقه چهارم کس میگه ویندوز لوگو امرای آیا بگی، بالای بخش استنگ میاره. بعد در این قسمت ما میتونیم زبان انگلیسی رو به فارسی، فارسی رو به دری، دری رو به فارسی، فارسی رو به انگلیسی. و این قسمت هم کس یک کیبورد کمکی داریم، ما میتونیم اگر کیبوردمون خراب میباشه از این قسمت هم تایپ کنیم. و در تمام کامپیوترام است. ما از تاج کامپیوتر خود کار میگیرم، از کیبورد کار نمیگیرم. اگر کیبوردم خراب باشه باز مجبور هستم همیشه از تاج کامپیوتر خود ما کار بگیرم. خب حالا میگیم فرق بین زبان دری زبان فارسی چیست و چطور میتونیم ما متن خود کش کنیم. فرق بین زبان فارسی قسمی قبلا گفتم، وقتی من زبان فارسی رو میگیرم
تمام حروف الفبا منظم است در کیبوردم. اگر زبان دری رو بگیرم جاهایشان تغییر و تبدیل میشه. حالا میایم چطور میتونم من همین متن خود کش کنم. ویندوز لوگو همراه اس میگیرم، بعدا برنامه ورد باز میکنیم، بلنک داکومنت. در این قسمت من تایپ میکنم آموزشگاه عالی آروین. کنترل ای کنترل ای کنترل بی یک کمی بزرگتر. حالا چه قسم میتونم من همین متن کش کنم؟ در زبان فارسی شیفت همراه جی متن کش کردم. شیفت همراه جی متن کش میکنیم. در زبان فارسی اول باید از ما همراه شیفت جی یک متن کش کنیم. در زبان دری باز همراه شیفت منفی. در بعض کامپیوترها کار میکنه، در بعض کامپیوترها نه. حالا اگر من یک متن تایپ کنم، در این قسمت من متن تایپ میکنیم به نام سلام. اگر زبان خود فارسی بگیرم شیفت همراه منفی بگیرم، در اینجا کار کرد. در بعض کامپیوترها کار میکنه، در بعض کامپیوترها نمیکنه. اول در زبان فارسی شیفت همراه جی ما همین کار کنیم، بعدا در زبان دری باز شیفت همراه منفی رو میگیریم. بازم به طور خلاص میگم براتون، اول یک متن نوشته کردین زبان فارسی شیفت همراه جی کش کنید، بعدا دیگه متن نوشته کنید به فارسی شیفت همراه منفی به زبان دری ای به شما کش میشه. شیفت همراه جی در زبان فارسی و در بعض کامپیوترها بعض وقت کار میکنه بعض وقت کار نمیکنه. شیفت همراه منفی. دوباره اگر من اینو پاک کنم با زبان دری تایپ کنیم سلام. سلام میگیرم، کلیک ما در این قسمت میمونم، شیفت همراه منفی کار کرد. اگر بیایم دوباره زبان فارسی رو بگیرم، در این قسمت تایپ میکنیم احمد. شیفت همراه منفی رو که بگیرم کار نمیکنه. متن دری باید به دری نوشته شود و همراه شیفت منفی کار شود. متن فارسی باید به فارسی نوشته شود شیفت همراه جی. این بود بخش کش کردن متنای ما. نمیخواستی دوباره ایران بسته کن. میریم بالای عنوان بعدیم. عنوان بعدیم که از نام فانتس. فانتس یعنی فانت یا شکل خط. عنوان ما است میگه what is fonts. امی فانتس یا فونت چی است یا خط چی است. میگه به خاطر کنترل یا اضافه نمودن فونت های بیشتر در کامپیوتر استفاده می شود. اگر من در کامپیوترم شکل خط نداشته باشم، وقتی که یک تقدیرنامه یک سرتیفیکت ما دیزاین کنم او بسیار ساده تر میاد. ما باید از خطای قشنگ، خطای استایلی، خطای اسلامی، ما باید خط یا فونت در کامپیوتر خود داشته باشم. به خاطر تقدیرنامه، کار، اسناد، هر داکیومنتی که من در کامپیوتر کار کنم من میتونم از این فانتس ها استفاده کنم. عنوان بعدی ما میگه access with fonts. طریقه های دسترسی به فانتس. یک، کنترل پنل همراه فانتس. دو، ویندوز لوگو همراه آر بگی در رن تایپ کو فانتس. بخش بعدی این که است انستالیشن فانتس. چطور میتونیم ما خط در کامپیوتر خود نصب کنیم. یک بار من سلاید خود بسته میکنم. اولین طریقه دسترسی بالای کنترل پنل میرم، بعدا بالای بخش فانتس کلیک میکنم. ما تونستیم داخل بخش فانتس بریم. طریقه دوم ویندوز لوگو همراه آر میگیرم. در این قسمت ما باید تایپ کنیم فانتس. فانتس تایپ میکنیم، بعدا انتر. اتومات ما را داخل برنامه فانتس برد. حالا ما داخل بخش فانتس میرم. در این قسمت امی فانتس هایی که شما میبینین یا را خودمان نصب کردیم. به خاطر که ما لوحه جور میکنیم، تقدیرنامه جور میکنیم، کارت جور میکنیم، ما مجبور هستیم که فانتس در کامپیوتر خود داشته باشیم. و فانت استاندارد خود کامپیوتر که میباشه اول که ویندوز میزنی یک چند خط انگلیسی است که زیادتر تایمز نیو رومان استفاده میشه و خط فارسی بسیار کم داره. ما مجبور هستیم وقتی که اینستالیشن رو درست کردیم در کامپیوتر خود خط نصب کنیم یا فانتس نصب کنیم. خب حالا دوباره میایم بالای بخش کنترل پنل، بالای فانتس میایم. در این قسمت ما میخوایم که امی فانت ها یا خطای خود ما پنهان کنیم، دلیت کنیم، نشان بدیم و بازش کنیم. ما میخوایم که اینی خط پنهان کنم. این خط بسیار خط مقبول تر است، خط روش است. ما میخوایم امیر پنهان کنم کسی این دیگه گرفته نتونه. میگم هاید. این پنهان میشه. دوباره بالاش کلیک کو شو، دوباره از پنهان بکشش و دیگه گفتیم که ما باز کنیمش. باید است پریویو نشان بدیم. ما داخل از زیر چه قسم خط است؟ میگه خط بولت است. میگم پرنت که میره به نفر پرنت میکنه و میگم نستالش کو، میگه نستال کردگی است. میخوایم که خط پاک کنم. میگم بگی اینی خط پاکو، اینی خط خوشم نامد، دلیت.
یس دیگه این خط ما پاک کردیم. این خط چی میشه؟ پاک میشه. این خط از بین رفت و پاک شد. اولین بخش هایت میکنه، دوباره کلیک میکنی شو نشان میده، از هایت میکشدش. بخش بعدی پریویو به من نشان میده، پرنت میکنه و انستال میگه انستال است. بخش دلیت کس یا خطی که خوشت نامد دوباره میتونی همون خط دلیت کنی. حالا میایم بالای بخش نصب کردن فانت. چطور میتونیم ما فانت در کامپیوتر خود نصب کنیم؟ فانت کپی کنیم، به یک نفر دیگه ما همون رو کپی بگیریم در کامپیوترش نصب کنیم و چه قسم فانت است، فانت ها چند دانه است. چطور میتونیم ما یک فانت رو داشته باشیم که داخل یک سافت ویر باشه. اولین کار میکنم میایم بالای بخش دسپیس. در قسمت دسپیس که آمدم میایم بالای درایو دی. بالای درایو دی کلیک کردم، میایم بالای بخش کامپیوتر سافت. بعدا میایم بالای بخش کامپیوتر فانتس فرام دیویدی. بالای قسمت کلیک میکنیم. در این قسمت ما انواع فانتس یا فانت یا فونت یا شکل و خط و چند قسم این تلفظ میشه گفته میشه ما در این قسمت داریم. بدون سافت ویر داریم، هم با سافت ویر داریم، هم دیزاینی داریم، هم ساده داریم، هم فارسی داریم و هم انگلیسی داریم. در این قسمت میگه اولین فونت که تو انستال میکنی چی است؟ میگم 36 دانه فونت کینگ سلطان فونت های استایلی. بالای قسمت کلیک میکنم. طریقه نصب کردن کنترل ای، بالایش راست کلیک انستال، تمامش نصب میکنه. طریقه دوم من میگم امی خوشم آمد، بالایش دبل کلیک کو بعدا بگو انستال. و طریقه سوم بالای یک دانه راست کلیک کو بگو انستال. این طریقه سوم. طریقه چهارم بگو کنترل ای کنترل سی ببر داخل فونتس و کنترل وی کو پیست. حالا میم به طور عملی کارش میکنیم. در این قسمت 384 فونتس فارسی داریم. کنترل ای را فشار میتم، تمامش انتخاب کرد، سلکت آل کرد، بعدا راست کلیک میگم انستال، بعدا یس. حالا چند لحظه ما صبر میکنیم تا این نصب شود. وقتی که اختار آمد شما امی تگ مارک دونت شو را فال کنید، بعدا بگوید کلوز. این یک طریقه. طریقه دوم نصب کردن میگم بیا بالای امی خطای کنگ بعدا داخلی خط کلیک کو بگو نصب انستال یس. این هم نصب شد. طریقه سوم میگم بالای از امی راست کلیک کو بگو انستال. این شد طریقه سوم. طریقه چهارم میگم بیا امی فونتس های که ما قبلا نصب کرده بودیم امی ها رو دوباره نصب میکنم. میگم کنترل ای کنترل سی، از این برای ویندوز لوگو همراه آر میگیرم. فونتس درن تایپ کرده بودم بعدا انتر میگم باز شد، بعدا میگم کنترل وی اینم یس. حالا ما اختاریه داد میگه تمام از این نصب است. میگم امی تگ مارک اختاریه را به ما فعال کو بعدا بگو یس. چیزایی که نصب باشه از او صرف نظر میکنه و چیزایی که نصب نباشه از او صرف نظر نمیکنه، نصبش میکنه. میگه تمام از این نصب بوده. این بود طریقه های نصب کردن ما. حالا ما نصب کردیم. حالا میریم بالای نصب کردن فونت های با سافت ویر. بالای دسپیس میایم، بالای درایو دی، بالای کامپیوتر سافت، دوباره بالای کامپیوتر فونت فرام دیویدی میایم. در این قسمت این فونت هایی که شما میبینین این فونت های با سافت ویر است. این سافت ویر داره، این بدون سافت ویر است. در این قسمت ما بالای اولین سافت ویر کلیک میکنم. اولین سافت ویرم که 384 فونت است. بالایش دبل کلیک میکنم. تمام این فونت ها داخل یک سافت ویر است و اینی فونت ها را ما از داخل از این بیرون کردیم و در اینجا فولدر جورش کردیم. قبلا در یک کامپیوتر دیگه نصب کرده بودم. و در این قسمت هم داریم all language fonts DVD. تمام سافت ویرهای فونت در این است. در این قسمت هم ما داریم فونت عربیک اسلامیک فونتس. دبل کلیک کنترل ای راست کلیک انستال، بعدا میگم یس. میگم صرف نظر کو یس. یارو ما چی میکنم؟ نصب میکنم. من میگم دیگه نصب نکو بس از دیگه نصب است. سافت بعدیم که است این فونت گرافیک دیزاینینگ است. بالای دبل کلیک میکنم. میگم کنترل ای راست کلیک انستال یس. اگر نصب کردی خوب، اگر نکردی نصب نکن. من میگم نو نصب نمیکنم، از این صرف نظر کن. از این صرف نظر میکنه. این را میگم استاپ. دوباره عقب میرم. سافت بعدیم که است با نام فارسی ات انگلیش فونت دیویدی. هم دایی فارسی است
ام انگلیسی است، مکس است، ایام بدون سافتویر است. یک فولدر دیگه هم در این قسمت داریم که در اینجا ما امو خطایی که زیاد سر کار داریم امرایش امو خطا رو ما ماندیم. یکی خطای اسلامی است، خطای فارسی است، خطای انگلیسی است. خطای مشخصی است که ما امرایش سر کار داریم. زیادتر در تقدیرنامه و در لوحه ما او خطا رو میگیریم. در این قسمت ما یک فولدر جداگانه برش ماندیم. یکی از طریقه های نصب کردن فانت. حالا یک نفر میگه امی فانت های مرا ویروس زده. چه قسم میتونیم امی فونت هایی که در کامپیوترم است یا فانت امیا را کپی بگیرم در فلش یا داردکس یا به کس دیگه امیا را بتم. میگم بیا داخل کنترل پنل بالای فانت کلیک کو. بعدا بالای فانت که کلیک کردیم فانت به ما باز شد. میگم کنترل ای بالایش راست کلیک میکنم کپی. حالا کل از زیر ما کپی نمیکنم، فقط چند دانش ما انتخاب میکنم بالایش راست کلیک میکنم میگیم کپی. از این برایم بعدا راست کلیک بالای نیو میام. بالای نیو که آمدم یک فولدر میپرتم داخل از این میرم اینه میگم پیست. بعدم بالایش راست کلیک رنیم میگیمش. در این قسمت نام از این میبانیم به نام فانت. این حالا میتونیم ما ایره به هر کسی که خواست ایره در فلش پرتیم در کامپیوترش نصب کنیم و در کامپیوتر خودمون بگذاریم. این طریقه کپی گرفتنش. دوباره نمیخوای دوباره پاکش کن. حالا دوباره میایم ویندوز لوگو همراه اسم میگیرم میایم بالای بخش ورد داخل برنامه ورد میشم. در این قسمت ما به فارسی تایپ میکنیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. کنترل ای کنترل ای کنترل بی یکمی بزرگتر. این انتخاب کردیم میایم بالای بخش فانت. در قسمت فانت که آمدیم میگیم بی هر خط فارسی که خوش داری تو از این قسمت انتخاب کنی. این خطایی است که ما نصب کردیم. امو خط بولت که بر شما نشان دادم این امو خط بولت است. هر قسم خط کار دارین دیگه شما خودتان از این قسمت بگیرید. اینی خطای اسلامی خط عربی است. این هم امو خط عربی خط اسلامی است. این حالا من میگم بیا یک خطی رو بگی که امی متن ما خوانده شود. خط بولت انتخاب میکنم. این خطای فارسی. خط انگلیسی چه قسمت؟ دوباره زبان انگلیسی میکنم. در این قسمت تایپ میکنیم کامپیوتر تیچر شهیر اعظمی. کامپیوتر تیچر شهیر اعظمی را انتخاب میکنم. میایم بالای بخش فانت به این خطش انتخاب میکنم. خط استاندارد تایمز نی رومان است. خطا انگلیسی ما که است دو آخر است. خطا انگلیسی در آخر است به خاطر ما خط انگلیسی کم نصب کردیم. اینی خط انگلیسی ماست. حالا در ذهن شما یک سوال خلق میشه که خط فارسی را چه قسم بشناسیم خط انگلیسی را. خط انگلیسی که هم به فارسی کار میته و هم به انگلیسی کار میته روبروش فارسی نداره. این از خط انگلیسی روبروش فارسی نداره. به انگلیسی به فارسی کار میته. و خط فارسی را که شما باید شناسایی کنین در روبروش فارسی هم داره انگلیسی هم داره. اینی فارسی است این انگلیسی. این خط تنها به فارسی کار میته. و خطای دیگه فارسی ما که از بعضیایش به انگلیسی کار میته بعضیایش به انگلیسی کار نمیته. اما قبل فهمین که خط انگلیسی خالص فقط انگلیسی داره روبروش فارسی نداره و خط فارسی که است در روبروش هم فارسی داره هم انگلیسی داره. بعضیایش هم به خط فارسی کار میته هم به خط انگلیسی و بعضیایش تنها به خط فارسی کار میته و بس. این بود بخش فانت یا فونت. دوباره نمیخواستی از این برای. خب شاگردان عزیز ما امروز بخش لنگویج و فانت یا فونت برای شما مورد مطالعه قرار دادیم. تا درس های بعدی که من استاد شهیر اعظمی در خدمت شما می باشم. الله حافظتان.